اینی کتاب که عنوانش از How to Listen with Intention، یعنی چطور آگاهانه و با حواس جمع گوش بکنیم را باید تمام کسانی که سواد خواندن دارن، به خصوص اونایی که خود را فعال مدنی و اجتماعی و فعال سیاسی و نمیدانم غمخور افغانستان میدانن، حداقل یک بار بخوانن، یک بار مرور بکنن. چرا؟ حال براتون توضیح میدم. درون و هوادوالو یا هموطنان عزیز و دوست داشتنی، ارتباط و گفتگو یکی از عناصر بسیار مهم و حیاتی برای ایجاد حس همبستگی و اتحاد در یک جامعه انسانی است. این عنصر در واقع همون چیزی هست که ما و شما در افغانستان کم داریم متاسفانه. یعنی ما با فقر گفت و شنود واقعی و با کیفیت روبرو هستیم. این فقر، این عیب و نقص در تمام سطوح متاسفانه وجود داره. از تعامل بین یک اعضای خانواده گرفته تا تعامل میان قومی و بعدش تعامل بین اقوام مختلف و الی ماشاءالله در تمام سطوح وجود داره. یعنی ما و شما توانایی ارتباط برقرار کردن سالم و دوستانه با همدیگر نداریم. ما قادر به گفتگوی مسالمت آمیز نیستیم. چرا؟ چون ما در حرف زدن و به خصوص در گوش دادن صفر هستیم. چون ما متاسفانه به اون سطح از بلوغ فرهنگی هنوز نرسیدیم. یکی از عناصر بسیار بسیار مهم در ارتباطات گوش دادن است. گوش دادن عمدی with intention. گوش دادن هنر است. در واقع گوش دادن با تمرکز و دقت توانایی و استعداد بسیار مهم است که متاسفانه بسیار های از ما نداریم. در گفتگوها، در مناظره ها، در دعواهایی که سر موضوعات مختلف داریم، ما اصلا به طرف مقابل گوش نمیکنیم. در یک گفتگو وقتی طرف مقابل ما حرف میزنه، ما به جای از اینکه با تمرکز و با دقت به حرفهای اون آدم گوش بکنیم ببینیم که چی میگه، ما در او زمان به جواب دادن فکر میکنیم. ذهن ما درگیر از این است که چطور حال طرف را بگیرم، چطور طرف مقابل خود را سرزنش و سرکوب بکنم و شکستش بدم. در حقیقت ما گفتگو نمی کنیم، ما فقط غال مغال میکنیم و آلودگی صوتی ایجاد میکنیم. در فضای مجازی هم حوصله نگاه کردن و گوش کردن کامل یک ویدیوی حتی 10 دقیقه را نداریم. حوصله خواندن یک متن طولانی تر از یک پاراگراف را نداریم. چند جمله اول را میشنویم یا هم میخوانیم. از روی همون چند جمله اول ما نتیجه گیری میکنیم و بعدش شروع میکنیم به واکنش نشان دادن. خب وقتی شما ویدیو یا یک متن را کامل نخوانده یا نشنیده باشین، طبیعتاً نمیتونین که مسئله را درست بفهمین. بنابراین ابراز نظر و واکنش را که نشان میدین در مورد اون موضوع اغلباً اشتباه از آب در میاد. مثلا دیروز من این ویدیو را منتشر کردم و در رابطه به جنجالی که بر سر افغانیت به وجود آمده صحبت کردم. شما میبینین که بیش از 380 نفر اونجا کامنت گذاشته. شما برین یک مروری به این کامنت ها بکنین. بجز چند کامنت بسیار محدود میشه گفت که تقریبا تمام کسانی که چی به طرفداری از افغانیت و چی برخلاف افغانیت ابراز نظر کردن، غیر از تحقیر و توهین و فحاشی چیز دیگه ایران نکردن. این یعنی چی؟ این چی رو نشان میده؟ این نشان میده که فقر فرهنگی ما چقدر متاسفانه شدید است، چقدر حاد است و ما چقدر از شنیدن حرف متفاوت هراس داریم و ما تا چی اندازه با فقر مهارت گوش دادن روبرو هستیم. بنابراین همه ما و شما نیاز داریم که درباره کسب مهارت گوش دادن کتاب بخوانیم، پادکست گوش بکنیم، بیاموزیم. همه در مورد حرف زدن کتاب میخوانن، اما در مورد گوش دادن باید کتاب بخوانیم. این کتاب به ما یاد میده که چطور در یک گفتگو از لحاظ ذهنی حضور داشته باشیم. این کتاب به ما مهارت گوش کردن را میآموزه
و میگه که قدرت سکوت، قدرت گوش کردن با تمرکز و دقت در حل یک مسئله و موضوع اغلباً بیشتر از حرف زدن تاثیر داره. آقای پاتریک کینگ نویسنده از کتاب میگه هدف ما از گفتگو یا از گفت و شنود باید درک کردن و فهمیدن باشه، نه غلبه و شکست طرف مقابل. اگر قرار باشه که ما یک ملت شویم و در یک وطن در آرامش و صلح و دوستی زندگی بکنیم، چاره جز گوش دادن به حرف همدیگه نداریم. اگر واقعا میخوایم که مردم ما از این بدبختی دیرینه نجات پیدا بکنه، چاره جز پذیرفتن تفاوت‌ها و ایجاد همدلی و همبستگی نداریم. ما باید بپذیریم به عنوان انسان‌های امروزی که وقت زور و جبر و تحمیل تا حال نتیجه مثبت نداده، از این به بعد هم کدام نتیجه نخواهد داد. زورگویی و پرخاشگری و توهین و تحقیر به جز افزایش حس دشمنی و نفرت نتیجه دیگه نداره. ما اگر متمدن نشویم، اگر خشونت و پرخاشگری را کنار نگذاریم، اگر حرف همدیگر را گوش نکنیم، اگر از اجبار و تحمیل دست بر نداریم، اگر به همدیگر احترام نکنیم و حق ابراز نظر ندیم، همین فحاشی ها، همین تحقیرها و توهین ها، همین دشمنی ها و تعصبات قومی روز به روز قویتر و قویتر میشه و ما و شما را میبلعه، قرط میکنه. در فضای واقعی رهبران شارلاتان دروغگوی قومی حاکمیتشان بر ما و شما مستحکم میشه و در فضای مجازی هم فحاشان و بیبندوباران لوچک تیک تاکی سر ما و شما رهبر میشه. همده غسی ندی؟ دیر مننه چه دا ویدیومو تر پای پوری وکتل. خدا یارو نگهدارتان.